دروغ 13 در روز 13 فروردین که در ایران با نام رسمی روز طبیعت شناخته می شود، بسیاری برای مزاح دروغی بزرگ را دست به دست در فضای مجازی و فضای واقعی انتشار می دهند. دروغ 13 نهایتاً یک روز دوام دارد و خیلی زود همه متوجه دروغ بودنش می شوند، اما برخی شایعات و دروغ‌های تاریخی عمری طولانی دارند و مدت‌ها زبان به زبان میچرخند. 7 آبان 29 اکتبر در تقویم که نگاه کنیم مناسبت رسمی در این روز وجود ندارد، اما از سالهای ابتدایی دهه 1380 با انتشار مطلبی در روزنامه شرق از سوی نویسنده‌ای به نام انوشیروان کیهانیزاده و بعد هم با پیشنهاد سازمانی بی‌نام و نشان به نام کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد، این روز با نام روز جهانی کوروش نامگذاری شد. از آن زمان به بعد و به ویژه در سالهای اخیر این نامگذاری هر سال در ابتدای آبان ماه به ویژه در فضای مجازی و از سوی برخی سایت‌های اینترنتی تبلیغ می‌شود. تعدادی سایت‌ها و وبلاگ‌های نه چندان مطرح این روز را روز تولد کوروش پادشاه سلسله هخامنشی در نظر می‌گیرند و مدعی‌اند که در تقویم‌های جهانی به این روز اشاره شده، اما روز 7 آبان در حالی به عنوان روز جهانی کوروش معرفی می‌شود که هیچ نشانی از این روز در تقویم‌های معتبر سازمان‌های جهانی نیست. نگاهی به تارنمای سازمان ملل متحد و سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد، یونسکو و تقویم‌های این دو سازمان در ماه اکتبر گویای دروغ بودن این ادعاهاست. تاکنون هیچ سند معتبر تاریخی در خصوص تولد کوروش در این روز ارائه نشده و هیچ یک از محققین در این باره مطلبی منتشر نکردند. حتی در سالهای دهه 1350 شمسی، زمانی که رژیم پهلوی جشن‌های موسوم به جشن‌های 2500مین سال سلطنت را در ایران برگزار کرد، نه در برنامه‌های مختلف این جشن به موضوع 7 آبان به عنوان روز تولد کوروش اشاره شد و نه در سخنرانی محمد رضا شاه. جشن‌های 2500 نه در آبان ماه بلکه در فاصله زمانی 20 تا 24 مهر ماه برگزار شد و در تقویم شاهنشاهی هم خبری از تولد کوروش در روز 7 آبان نبود. برخی معتقدند 7 آبان روزی است که کوروش با تصرف بابل وارد این شهر شد، اما در این خصوص هم اما و اگرهای بسیاری وجود دارد، چرا که ورود کوروش به بابل مصادف است با آزادی یهودیان به دست او و این در حالی است که یهودیان در فروردین ماه روزی به نام پوریم یا رهایی را جشن می‌گیرند. همان روزی که یهودیان با نفوذ در دربار خشایارشاه و تاثیرگذاری بر پادشاه فرمان قتل وزیر خردمند او هامان را گرفته و همزمان هزاران ایرانی را به اتهام مخالفت با یهودیان می‌کشند، رویدادی که بیش از مردم ایران برای یهودیان اهمیت دارد. حالا سوال اینجاست که برای گرامی داشته یکی از شخصیت‌های تاریخی، آن هم در کشوری که یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های تاریخ را دارد، چه نیازی به جعل تاریخ و تاریخ سازی است؟ آن هم در روزی که بیشتر برای یهودیان جای خوشحالی دارد تا مردم ایران.